پندو اندرزی سعدی شیرازی. مال از بهر آسایش عمر است، نه از بهر گرد آوردن مال. عاقلێرا پرسیدند که نیکبخت کیست و بدبخت چیست؟ گفت نیکبخت آن که خورد و کیشت و بدبخت آن که مرد و هیشت. دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند، یکی آن که مال اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و عمل نکرد. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی که برو کتاب خشند. آن تهی مغز را چی علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. عالم پرهیزکار کوریست مشعلدار، بی فایده هر کی عمر در باخت. چیزی نخرید و زر بینداخت. رحم آوردن بر بدان، ستم است بر نیکان. و عفو است از ظالمان، جبر است بر مظلومان. هر کی با دشمنان صلح می کند، سری آزار دوستان دارد. بگیر ای خیرتمند از آن دوست دست، که با دشمنانت بود هم نشست. سخن در میان دو دشمن چنان گوی، که اگر دوست شوند شرم زده نباشی. میان دو کس جنگ چو آتش است، سخن چینی بدبخت هیزم کش است. یکی را گفتند عالم بی عمل به چی مانند؟ گفت به زنبوری بی عسل. زنبوری درشت بی مروت را گوی، باره چون عسل ندهی نیش مزن. هر کی علم خواند و عمل نکرد، بدان مانند که گاو راند و تخم نافشاند. مشو غره بر حسن گفتار خویش، به تحسین نادان و پیندار خویش. هر کی با داناتر از خود بحث کند، تا بداند که داناست یا بداند که نادان است. هر کی با بدان نشیند، نیکی نبیند. هر کی را دشمن در پیش است، اگر نکشد دشمن خویش است. سنگ بر دست و مار بر سر سنگ، خیره رایی بود قیاس و درنگ.
جوانمرده که بخورد و بدهد به از عابده که روزه دارد و ندهد. اندک اندک خیره شود، قطره قطره سیل گردد. یعنی آنان که دست کدورت ندارند سنگ خورده نگاه دارند تا با وقت فرصت دیمار از دماغ ظالم برارند. دشمن ضعیف که در طاعت آید و دوستی نماید مقصود وی جز آن نیست که دشمن قوی گردد. و گفتند که بر دوستان اعتماد نیست. هر که دشمنی کوچک را حقیر شمارد بدان میماند که آتش اندک را مخمل گذارد. امروز بکوش که می توان کشت، کآتش چو بلند شد جهان سوخت. مگذار که زه کند کمان را، دشمن چو به تیر می توان دوخت. در سخن با دوستان آهسته باش تا ندارد دشمنی خونخوار گوش. پیش دیوار آنچه گوی هوش دار تا نباشد در پس دیوار گوش.